من فرهاد مهریاریم. به عنوان سافتور انجینیر توی شرکت اپل تقریبا یه 2-3 سالی میشه که مشغولم، 2 سال و نیم یعنی. بعد قبل اون توی شرکتی به اسم مدلون کار میکردم که کارش شبیه سازی بود و قبل اونم برمیگرده به تبریز. از رشته ریاضی کاربردی فارغ التحصیل شدم و بکنم حدود 11-12 سالی میشه که کار میکنم و خیلی به طبیعت‌گردی علاقه‌مندم. تا بیکار داشته باشم قطعا این گزینه اوله. آره، نکته صحبتم این بود که توی وبینار، هر وبیناری سعی کنید جدا از اون چیزی که اونجا میشنوید از اون فرصت استفاده کنید برای تعامل بیشتر، برای اینکه کانکشن هاتون رو گسترش بدین. چون مخصوصا توی پیدا کردن شغل یه چالشی که الان هست، ریفر خیلی مهمه. شما چطور میتونید آدما رو از جاهای مختلف دنیا بشناسید؟ یکیش همین وبیناری که شما وقتی میرید توش حتی امکان سعی کنید ویدیوتون رو روشن کنید، اون کسی که با شما حرف میزنه یا کسای دیگه که اونجا هستن و مشارکت میکنن همو بشناسن. و آره، مشارکت هم فقط سوال پرسیدن نیست. حالا امروز که ما در مورد رزومه و مصاحبه صحبت میکنیم، هر جا شما حس کردید میخواید یه نکته‌ای اضافه کنید حتما بگید، خیلی مهمه. و خب شروع کنیم در مورد رزومه. ببینید، برای رزومه بخوام یک تعریفی بگم، 1 یا 2 صفحه A4 که 30 و خورده ثانیه فرصت داره که شما رو پرزنت کنه برای یک آدمی که هیچ شناختی از شما نداره. اون آدم کیلومترها اونورتر یه فایل PDF باز میکنه و اون فایل PDF میخواد توانمندی و مهارت‌های شما رو به یک شخصی معرفی کنه که اون شخص حاضر بشه با شما مصاحبه کنه و به شرکت اونا استخدام بشه. رزومه یه ساختار کلی داره فارغ از رول شما. ساختارش هم اینطوریه که اسم شماست، تایتل شماست. حالا این نبود تایتل ها من خیلی رزومه ها دیدم که یک اشتباهی که زیاد تکرار میشه. اسم شما، تایتل شما، اطلاعات تماس شما و بعدش درباره من یا سامریه که یک معرفی در مورد خود شماست. این هم یه سری مشکلات داره که بهش اشاره میکنم. بعدش اسکیل هاست، مهارت های شما. بعدش میرسه به ورک اکسپریانس، تجربه های شغلی. بعدش education. دیگه بعد این ترتیب مهم نیست، چون معمولا از این به بعد رو نمیخونن. معمولا رزومه‌ای که میگیرن تعداد زیاده و سریع تا اینجا میرسن که ببینن مچ هست یا نه. تایتل خیلی مهمه. شما ممکنه مثلا در طول مسیر شغلیتون یک جا فرانت اند کار کردین، بعدش بک اند کار کردین، بعدش شده فول استک و وقتی تایتل ندارید مشخص نیست الان در حال حاضر شما با کدوم تایتل دارید کار میکنید. تایتل خیلی مهمه. بعد توی کانتکت اطلاعات خیلی زیادی خوب نیست، در حد یک ایمیل و آدرس لینکدین کافیه. من زیاد دیدم که مثلا تو کانتکت لینک گیت هاب، دریبل، نمیدونم بی هست، هر چی که هست همونجا میاد و خیلی شلوغ پلوغ میشه. در مورد لینک گیت هاب هم یه نکته آخرش میگم، اینجا بنویسم یادم نره. یه سری اشتباهات فاحش هم دیدم که مثلا طرف وضعیت تحولش، نمیدونم خدمتش، اینا حداقل تو حوزه تک اصلا کاربردی نداره. یه نکته. بعدش میرسیم به درباره من. یه مشکلی که معمولا توی درباره من دیدم اینه که
یک سری مهارت ها رو پشت سر هم قطار میکنن که خودشو معرفی کنه. این خوب نیست به این دلیل که وقتی من به عنوان یک خواننده میام رزومه رو میخونم، به جای اینکه یک شناختی از این آدم به دست بیارم، یه لیست طولانی از مهارت ها اونجا هست و خیلی کمکی به شناخت اون آدم نمیکنه. درباره من فقط برای اسکیل های فنی شما نیست، شما باید یه جوری جمله بندی بکنید که نشون بده شما سافت اسکیل هم دارید، شما آدمی هستید که مشورت میکنید، تیم ورک، تجربه تیم ورک دارید، حتی میتونید به تفریحاتتون اشاره کنید، یعنی یه حس گرمتری توی اون پاراگراف ایجاد میکنید. بعدش میرسیم به مهارت ها. مهارت ها هم باید متناسب با اون آگهی شغلی باشه. نمیشه شما هر چی که از روز اول یاد گرفتید کم و زیاد همش اونجا باشه، این خوب نیست. بعدش میرسیم به تجربه شغلی. اشتباهاتی که توی قسمت ورک اکسپریانس دیدم، یکی اینه که بعضی میان اسم شرکت رو میزنن، مثلا دیجیکالا، یه پاراگراف توضیح میدن که دیجیکالا یک ای کامرس خیلی بزرگ توی ایرانه، انقدر نمیدونم مشتری داره، انقدر فروش داره. خب این اشتباهه. دلیلش اینه که این صفحه A4 رزومه شماست، نه رزومه دیجیکالا. اگه مخصوصا برای خارج از ایران دارید اپلای میکنید، کسی دیجیکالا رو نمیشناسه. برای همین نیازی به این نیست که شرکت رو توضیح بدید، در حد یک تایتل کافیه. بعدش میرسه به دستاوردها. باز یه اشتباهی که خیلی زیاد تکرار میشه، به جای دستاورد یک سری جملات و بولت پوینت های خیلی جنرال می نویسن که مشکل اصلیش اینه که شما وقتی جنرال می نویسید کمکی به شناخت شما نمیکنه. مثلا من دیده بودم که یک رزومه‌ای که رول شخص بک اند دیولپر بود، بعد نوشته بود که implemented مثلا نمیدونم انقدر API endpoint. خب مشکل اینه که وقتی شما به عنوان بک اند دیولپر کار میکنید، کاملا واضح و مبرهنه که شما رفتید endpoint API دیولپ کنید. خب که چی؟ اون یا مثلا میان یک عدد مینویسن، مثلا دیزاین، یک شخصی که مثلا پروداکت دیزاینره، مثلا دیزاین این عدد UI interfaces. اولا اینکه اون عدده همونجا یک علامت سوال ایجاد میکنه که اون 50 تا UI نمیدونم یا 3 تا پروژکتی که شما دیزاین کردید، اون 50 تا چی بودن؟ یه علامت سوال ایجاد میشه و همونطور میمونه، باعث میشه که بیشتر شما را نشناسه. و هرچی جنرال تر می نویسید کمکی به شناخت توانمندی شما نمیکنه. شما وقتی می نویسید من API ایمپلمنت کردم، خب اینا که همه میکنن، تأثیر شما چی بود؟ شما مهارت شما چه تأثیری اونجا داشت؟ دستاوردهای فرمول کلی داره، اونم اینه که شما میایید میگید که من فلان کار رو انجام دادم و این نتیجه رو داد. ما فلان مشکل رو داشتیم، با این راه حلش کردیم. یا مثلا برای این مشکل، برای این کار من این کار رو انجام دادم، این تأثیر رو داشت. اینجاست که مشخص میشه شما با یک مشکل خیلی مشخصی دست و پنجه نرم کردید و بلدید که حلش کنید. ولی شاید اونجایی که اپلای میکنید همین مشکل هم دارن و برای همین هرچی اسپسیفیک تر بنویسید بهتره. و بعد اینکه نوشتید یک بار خودتون از دید سوم شخص محتوای رزومه رو بخونید
ببینید کمکی به شناخت شما میکنه یا نه. بعد ورک اکسپریانس هم نوبت میرسه به اکادمیک یا تحصیلات، که اینم باز خیلی مهم نیست، مخصوصا توی اپلای شغلی، ولی خب بودنش خوبه. یک سوالی بود در مورد این که شخصی سازی. این شخصی سازی خیلی مهمه. اینکه شما فکر کنید ما یه رزومه درست میکنید، با اون شروع کنید به اپلای فله‌ای کردن، شما هیچ نتیجه‌ای نمیگیرید. باید برید اون جاب دیسکریپشن رو کامل بخونید، در مورد شرکت تحقیق کنید، ببینید چه وجه اشتراکاتی پیدا میشه بین تجربه های شغلی شما و اون شرکته. بیایید اون دستاوردهای خودتون رو بولد کنید. اگه مثلا تجربه شغلی شما بیشترش روی مثلا کریپتوه و دارید به یک شرکتی تو حوزه مثلا سلامت اپلای میکنید، بیایید ببینید اگه تجربه مشترک دارید اونا رو بولد کنید، و اگه نیست که هیچی، ولی باید به این فکر کنید، برید در مورد اون شرکت بخونید و تا جایی که میتونید نقطه مشترک پیدا کنید. این فقط برای دستاوردها نیست، برای مهارت‌ها هم همینطوره. شما مثلا با 3 تا دیتابیس کار کردید، ولی اونجایی که اپلای میکنید حس میکنید مثلا با پستگرس دارن کار میکنن، باید بیاید اون اسکیل و اون دستاوردها رو بولد کنید. کسی که رزومه شما رو میخونه حس مشترک پیدا کنه که آره تجربه های این آدم به درد ما میخوره. و این برای درباره من هم صادقه. هر محتوایی که توی رزومه هست، این براش صادقه که شما بگردید دنبال مشترکات. یه سوال دیگه این که داشتیم، چرا اصلا رزومه من دیده نمیشه و حتی دعوت به مصاحبه هم نمیشم. ببینید شما وقتی ریجکت میشید، همیشه دلیل ریجکتی رزومه شما نیست. اون پشت پرده هزاران اتفاق ممکنه بیفته که نتیجهش ریجکت شدن شما باشه، ولی مقصر شما نیستید. یک چیزی که من یک بار عیناً توی شرکت قبلیمون اینو از نزدیک دیدم، داستان این بود که سیلز شرکت یک سری پیش بینی‌ها کرده بودن که ما مثلا توی کوارتر بعدی انقدر قراره ممکنه به سود برسیم، و بر اساس همون پیش بینی برای سود پلن ریخته بودن برای اکسپند و استخدام بیشتر، که بعد یک مدت توی لایه مدیریتی ولیدیشن انجام میدن، میبینن اون پیش بینی که سیلز انجام داده بود چند ماه پیش الان دیگه درست نیست، و به همه رکروترهای پیام میدن که هر پروسه مصاحبه که دارید همشون رو پاس کنید. تو این مرحله هیچ وقت نمیان به شما بگن که سیلز ما گند زد بعد ما دیگه استخدام نمی کنیم. همون ایمیل آماده رو برای شما میفرستن که ما با یه کاندیدای دیگه داریم ادامه میدیم. این یه دلیل دیگه میتونه مثلا نمیدونم یک نفر یکی رو ریفر کرده اونو دارن استخدام میکنن. این خیلی رایج و ممکن اتفاق بیفته. برای همین همیشه هم دلیل رزومه شما نیست. یه سوال دیگه که اینجا هست، من این سوال به عنوان دیزاینر میپرسم. بیشتر نمونه کارهای من فارسی هستن. برای اپلای خارج از کشور چقدر پیشنهاد میکنید کارها رو بیارم با کیس استادی انگلیسی؟ اگه بخوایم خیلی اسپسیفیک روی این رول صحبت کنیم، اگه محتوای نمونه کار شما کانتنت فارسی خیلی زیادی داره و حس میکنید برای اینکه طرف اون کیس استادی رو بفهمه نیاز داره که فارسی رو بلد باشه، خب اینجا طبیعتا باید سویچ کنید یک کیس استادی به زبان انگلیسی درست کنید. یعنی یکم بستگی داره به کیس استادی شما. و
بستگی به، حالا جدا از این بحث زبان، یه نکته دیگه هم که هست، این کیس استادی که شما دارید، چه فارسی چه انگلیسی، چقدر مرتبطه به اون جایی که اپلای میکنید. حالا ممکنه مثلا اوکی زبانش فارسی باشه ولی دومینش خیلی به هم نزدیک باشن، اینجا فارسی هم اوکیه، چون بدون اینکه زبان رو بفهمه، چون موضوع یکیه، یعنی از طریق اون تصاویر و یه سری ایلاستریشن هایی توی نمونه کارتون هستی که از اونا متوجه این کیس استادی ممکنه بشه. سوال دیگه ای که نیست فعلا. یه نکته در مورد گیت هاب که توی پروداکت دیزاین هم میشه همون بیهنس و دریبل اینا. نکته اینه که شما وقتی لینک گیت هاب نمیدونم یا دریبل ندارید، تاثیرش خنثیست، ولی وقتی اینو اضافه میکنید، یا هم ممکنه به نفعتون باشه، هم ممکنه به ضررتون باشه. من خیلی اینو توی بررسی رزومه ها دیدم که یه لینک گیت هاب گذاشتم، من لینک گیت هاب رو باز میکنم، 2 تا ریپو بیشتر نیست و ریپو رو که باز میکنم آخرین کامیت مثلا 5 سال پیشه، لیست کامیت ها رو باز میکنم، همش مثلا اینطوریه که created فلان فایل updated فلان فایل. خب این نشون میده که، یعنی تصویری که اون آدم از خودش توی ویترین گیت هابش شیر کرده اینه که کامیت مسیج نوشتن بلد نیست، ریپوش اکتیولی مینتین نمیشه، نمیدونم فاکتورنج داره. شاید اون آدم توی کار روزانه‌اش تو شرکت که الان هست گیتو خیلی خوب بلده، ولی اون تصویری که از خودش گذاشته توی گیت ها اینو نشون میده که گیت بلد نیست. برای همین اگه لینکی از نمونه کارهای خودتون توی رزومتون قرار میدید، حتما باید چک کنید که درست و اصولی باشه. یه اصطلاح میگن شبیه شمشیر تیغ دولبه است، یعنی ممکنه به ضررتون هم باشه. یه سوال دیگه داریم، اینه که سلام وقتتون بخیر باشه، چقدر به AI ها توی رزومه نوشتن میشه اعتماد کرد؟ اینو من بارها متوجه شدم که انقدر تابلو از AI استفاده کردن این میشه که هرچی AI داده همونو کپی پیست کردن توی رزومه. بعد یه مدت من حس میکردم که این مدل نوشتن اصلا قلم AIه، یعنی یه سری کلمات فلان به سلامبه و یه مدل نوشتن تکراری که برای کسی که خیلی عادی داره رزومه رو میخونه مشخصه که اینو AI نوشته. برای همین تا جایی که میتونید از کپی پیست مستقیم استفاده نکنید، ازش فیدبک بگیرید. مثلا یه پاراگراف رو بفرستید برای AI، گرامرش رو چک کنه، چک کنه که مثلا واضح نوشتید، منظور رو میرسونه. تیکه تیکه چک کردن خیلی بهتر از اینه که کل محتوا رو از AI بگیریم. بعد یک سوال دیگه، سلام خیلی ممنون از توضیحات. یک مورد دیگه رایت مواردی است که باعث میشه از سطح ATS بگذره. آره اینم خیلی نکته خوبیه که حمید جان گفتن. من همین چند روز پیش بود یه رزومه‌ای داشتم چک میکردم، این حجمش 5 مگابایت بود. با این مشخص یه جای کار میلنگه، چون شما یه ورد باز میکنید یا مثلا گوگل داک رو باز میکنید، یه کانتنت مینویسید، بعد خروجی PDF میگیرید. این از 200-300 کیلوبایت بیشتر نمیشه. این 5 مگابایت یعنی مثلا نمیدونم یه وکتوری بک‌گراند چیزی استفاده کرده بود که انقدر زیاد شده بود و همینا باعث میشن که از سطح ATS شاید نگذره و با وجود مثلا محتوای خیلی خوب، شما اصلا به این که مثلا یک شخص رزومه رو بخونه به اونجا نرسید.
فرات یه سوالی که خودم داشتم اینه که مثلا تو توی چند تا حوزه تخصص داری، خب توی آره. رزومه وقتی عنوان شغلی رو مینویسی لزوم داره که اون 3-4 تارم توی هدر بیاری یا فقط یکیشو اشاره کنی؟ مثلا هم یو ایکس از ریسرچری، هم پروداکت دیزاینری، هم مثلا شاید یوزابیلیتی تست خوبی انجام میدی، تخصص داری تو اینا، لزوم داره که 3 درسته. تاشم بیاری توی هدر؟ خب، من یه سوال ازت بپرسم. تو الان داری به کجا اپلای میکنی؟ تو نمیتونی همزمان به پروداکت دیزاینر و یو ایکس ریسرچر اپلای کنی. هر کدوم رول های جدایی هست. تو مثلا شاید 15 ساله داری کار میکنی، توی جفتش هم به حد سینیور تجربه داری، ولی اون لحظه تو داری به یک پوزیشن اپلای میکنی. پوزیشن هر چی هست، تایتل تو هم باید همون باشه. یه کار دیگه هم که میتونیم همین امروز انجام بدیم اینه که اگر کسی دوست داشت میتونه رزومه خودش رو، اسم و مشخصات شخصیشو کاور کنه، پاک کنه و همینجا ما اونو شیر کنیم و رزومه رو با هم ریویو کنیم. حالا اینو اگه کسی دوست داشت، این انجام دادنش خیلی، آره، بفرستید. کجا بفرستید تلگرام من همینجا بفرستم لینک تلگرامم رو. هایدین چی؟ اگه هم تلگرام الان باید وی پی رو روشن کنید، میتونید ایمیل کنید. خب، یه سوال دیگه داریم. وقتی یه سوال کلی داشتم، چه پیشنهادی دارید برای کسی که دنبال جاب آفر گرفتنه؟ خب، این سوال خیلی کلیه. پیشنهاد من اول اینه که شما ببینید کجا میخواید اپلای کنید. یعنی بیاید کشورها رو یه تحقیق کنید، ببینید مثلا نمیدونم فلان کشور چجوریه، فلان کشور اوضاع اقتصادی، شرایط زندگیش به چه شرایطیه، کدوم کشور با روحیات شما میخونه. اینا اول مشخص کنید. بعد بیاید تو اون کشور دنبال شرکت هایی بگردید که تو حوزه کاری شما هستن. بعدش حالا اون شرکت شاید اون لحظه پوزیشن شغلی نداشته باشه. اینا رو لیست داشته باشید که هر موقع پوزیشن داشتن اپلای کنید. و حالا در کنار این که یک سری شرکت مرتبط پیدا کردید، بیاید ببینید که تو اون لحظه توی لینکدین میتونید، بهترین سورس هم لینکدینه. من خودم موقع اپلای چند تا سایت استفاده کردم، ولی تاش لینکدین از همه بهتر بود. از لینکدین شرکت هایی که توی این کشور هستن رو پیدا کنید. بعد شاید اون لحظه مثلا پوزیشن نداشته باشن. اینو میخواستم بگم، من اون تایمی که اپلای میکردم یه اکسل شیتی درست کرده بودم از شرکت ها، و جایی که اپلای میکردم و ریجکت میشدم اینو نگه میداشتم و چند ماه دیگه حالا ممکن بود باز دوباره پوزیشن داشته باشن، دوباره اپلای میکردم. و اشتباهی که قبل این انجام میدادم، اپلای فعلی بود و هیچ ریزالتی از این نگرفتم. برای همین داشتن یک اکسل شیت و منظم پیش رفتن خیلی میتونه بهتون کمک کنه. بعد قدم بعدی داشتن رزومه درست و خوبه. بعدش یه نفر دستشو بلند کردم. بفرمایید سهیل جان.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرهاد جان و سجاد جان، تشکر میکنم که اونا رو ارزشمند و دقیقی واگذاشتین و خیلی مرسی. ممنونم که توضیح ارزشمندی دادید. من یه سوالی داشتم، اینه بله. که نظر شما منطقیه که واسه هر جاب دیسکریپشنی ما یه رزومه اختصاصی واسه درست کنیم؟ مثلا من که مثلا یک رزومه طراحی کردم مختص بک دیولپر و خب یه آگهی استخدام می‌بینم که فول استک دیولپر مثلا دنبالش می‌کنن، منم توانایی انجام دادن دارم. به نظر درسته. این درسته که من برم یه رزومه دیگه استفاده کنم که مثلا HTML CSS هم به اضافه کنم که بگم که من اینها هم مهارت دارم. میخوام اینو بگم که واسه هر جاب دیسکریپشن میتونیم ما چیز درست کنیم رزومه. آره، همون فکر کنم اول وبینار بود که در موردش صحبت کردیم. شما یک بار رزومه برای خودتون درست میکنید، بعدش نسبت به هر جاب پوزیشن رزومتون رو از اول تا آخرش کاستماایز میکنید. تمامی دستاوردها، حتی سامریتون، حتی ترتیب اسکیل هاتون. شما مثال هم زدم، شما مثلا تو حوزه سلامت کار کردین، الان دارین اپلای میکنین به یک مثلا پوزیشن مربوط به کریپتوکارنسی. اگر مثلا قبل این شرکت که مثلا در حوزه سلامت بود یه چیز جزئی در مورد مثلا کریپتو داشتین، حتما اونو بولد کنین و دستاوردهای حوزه سلامت رو کمترش کنین که اون بیشتر دیده بشه. همچنین اسکیل ها رو مثلا اگه اونجا مثلا شما فرض کنین هم با ریاکت کار کردین هم با ویو، ولی تجربه مثلا ریاکتتون بیشتره ولی الان اونا ویو میخوان، دیگه ریاکت رو میتونید ببرید آخر یا اصلا حذفش کنید، بعد چیزای مرتبط با ویو جی اس رو بیشتر بولد کنید. خب خیلی ممنون. یه سوال دیگه، این اکسل به چه صورته؟ من اکسل شخصی داشتم، فقط لینک جاب پوزیشن بود و نوشته بودم که چه تاریخ اپلای کردم، به چه دلیلی ریجکت شدم. و یه نکته در مورد ریجکتی این که وقتی ایمیل ریجکتی میگیرید یه ایمیل بهشون بزنید و ازشون فیدبک بگیرید. بیشتر تایما ایگنور میکنن چون تعداد ایمیل هایی که میگیرم ممکنه خیلی زیاده، ولی خب اون حداقل هایی هم که یک ایمیل به شما میدن یه فیدبکی به شما میدن، اون فیدبک خیلی مهمه. یعنی یه اینسایتی به شما میده که مثلا رزومه مشکل داشت، یا مثلا ممکنه بگه که مثلا ما دیگه هایر نمی‌کنیم. اگه مصاحبه بود بعد مثلا یه نکته در مورد مدل مصاحبه شما بگه. خلاصه این ایمیل رو بزنید و فیدبک بگیرید، بعد یه چیزی بگن که مفید باشه. بریم سراغ رزومه ها. هم تلگرام. هم ایمیل کردم برات، هم تلگرام فرستادم. خب اون ایمیلی که اولی رسیده. خب ببینم چجوری میتونم اسکرین شیر کنم. یکی از دوستانم گوگل درایو کردم. اوکی. حالا مطمئن نیستم به همشون برسیم یا نه، ولی خب سعی میکنم. الان اسکرین رو همه میبینن درسته؟ خب اسم درسته، بعد تایتل درسته، و یه نکته این که اینجا اگه شما برای پوزیشن بک‌اند یا سافت‌ور انجینیر اپلای میکنید، این تیم لید از اینجا میتونه حذف بشه، چون یه مشکلی که ممکنه پیش بیاد اینه که بیان از شما بپرسن که شما چرا میخوای خودتو داونگرید کنی. یعنی توی این بستگی به اون شرکت هم داره، یعنی ساختار سازمانی شرکت خیلی تاثیر داره که این سوال رو از شما بپرسن یا نه. که شما توی شرکت قبلیتون تیم لید بودین
چرا میخوای خودتو بیاری پایین دوباره به عنوان سافتور انجینیر ادامه بدی. و توی بعضی شرکت ها کسی که تیم لیده، حالا بسته به ساختارش، شاید خیلی دیولپ نکنه، ولی توی شرکت دیگه اگه مثلا تیم کوچکتر باشه ممکنه تیم لید همون بک اند دیولپر هم باشه. و این تفاوت در ساختار ممکنه این سوالو پیش بیاره. برای همین این میتونه از اینجا حذف بشه. بعدش ایمیل و لینکدین خوبه. بعدش این نوشتن تهران ایران هم اگه میخواین اپلای کنید خوبه. یه اشتباهی که باز توی خیلی‌ها دیدم اینه که مثلا لینکدین رو میزنن ترکیه، توی رزومه میزنن ترکیه که برسن به مصاحبه. و این شرکت برسه به آفر باید یه جا برای شما ویزا اسپانسرشیپ بگیره یا نه، و همون اول بفهمه که شما اینو نیاز دارید، اونم تکلیفش مشخص میشه که میخواد با شما ادامه بده یا نه. و همین اینجا هم در حد همین تهران ایران نوشتن کافیه. این موارد اینا میتونن حذف بشن. بعدش میرسیم به پروفایل. حالا میخوای بلندتر یه کمی هم بخون صدات هم باشه. تو ذهنم داشتم میخوندم. تموم شدم. این درباره من خوبه. مثلا اون اشتباهاتی که مثلا میگفتم یک لیست طولانی از مهارت ها رو می آوردن نیست. و یه چیزی که در مورد نگارشش میگن اینه که به جای اینکه تایملاین داشته باشید، یعنی یه لیستی از جمله ها که این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم، انگار یه تایملاینی که شما مثلا تو ذهنتون از 5 سال گذشته، 10 سال گذشته شروع میکنید و یک سری جملات پشت سر هم می‌نویسید. به جای این بیاین استوری تلینگ انجام بدین، یعنی یه داستان طور بنویسید، اونی که میخونه ذهنش درگیر این بشه. و من این همین استوری تلینگ این حسه رو داشت که مثلا اینجا یه اشاره مختصری به مثلا اسنپ داشت و در همین حد خوبه که مثلا اینقدر یوزر داره، بعد از یه پروژه مونولتیکس رفتیم روی ماکرو سرویس، نمیدونم دومین دریون دیزاین داشتیم، بعد از کافکا و رابیتمکی استفاده کردیم. اینجا مثلا به اسکیل مینتوش هم اشاره میکنه که جزء سافت اسکیل هاست. این هم خوبه، فقط یعنی تکنیکال اسکیلز نیست. و در کل این درباره من خوبی بود. مثلا میتونی تش به در حد یک جمله، خیلی زیاد نه، مثلا به تفریحات هم اشاره کنی که خیلی متن خشک و خالی نباشه، ولی در کل خوب بود. من این سکشن selected impact رو توی ساختار رزومه ندیدم تا حالا. 5x lower API latency increase on promotion engine via asynchronous. اینا میتونن در قالب همون دستاوردها باشن. حالا یه چیزی که الان من اینجا میبینم اینه که مثلا من این API latency اینجا میخونم و نمیدونم این مربوط به کدوم تجربه شماست. برای همین حس میکنم این توی همون قسمت ورک اکسپریانس زیر شاخه اون شرکت باشه بهتره. خب
خب بعد میایم اینجا پروفشنال اکسپریانس، اسنپ فود، تایتل، اینجاشون 2 تا چیز بود. این به نظرم آخری رو بنویسید بهتره، یا اینکه این رو مثلا اینجا که یعنی شما اولش سنیور سافتور انجینیر بودید بعدش شدید این، یعنی تایملاین مدلی باشه، تکنیکال اینجا چون آخریه، بعد وسطش هر جایی که این عوض شده سنیور سافتور انجینیر باشه. این دیده بهتری میده. اولش یکم گمراه کننده بود. حالا از اینی که گفتم یه تغییر ظاهریه، از این مهمتر محتوایی که اینجا هست. مثلا نوشته که lead an 8% cross-functional team a core promotion domain end-to-end from solution design to production delivery. بعدش partner with principal and staff engineers to migrate 3 core promotion microservice from PHP to using. یه چیزی که اینجا میتونه برای بهتر شدن این دستاورد کمک کنه اینه که به جای این 3 کور پروموشن ماکرو سرویس به تایتلشون اشاره کنه. من اینو خوندم که من اینجا فهمیدم که شما با معماری ماکرو سرویس آشنایی، PHP بلدی، مایگریت کردن به دات نت رو بلدی، یعنی اینو میرسونه که شما کد PHP خوندین توی معماری ماکرو سرویس سویچ کردن روی دات نت، پس دات نت هم بلدین. خوبه، ولی چیزی که بهترش میکنه اینه که به جای این 3 به تایتلشون اشاره کنید. شاید اون تایتل ها یه چیز مرتبطی باشن به جایی که اپلای میکنید، مثلا نمیدونم اینداستری فلان بوده یا یه چیزی بوده که مثلا توی اون شرکت روی همون هم کار کردن. بعدش Architecture Event Driven Microservice Foundation اینم باز یه چیزیه که نشون میده که شما یه کاری کردید و یه تأثیری داشته. یه مثلا یه عددی اینجا هست که نشون میده که یه دستاوردی شما داشتید. این مدل نوشتن خیلی کمک میکنه به شناخت توانمندی های شما. بعد دیگه من همشون رو چک نمی کنم چون خیلی وقت میگیره. بعدش تکنیکال اسکیلز. حالا اگه این سکشن اسکیلز خیلی بزرگ نباشه میتونه قبل اکسپریانس هم بیاد. بعد ایژوکیشن هم که هست. نکته دیگه من الان نمی‌بینم و در کل رزومه خیلی خوبیه. یک رزومه دیگه هم چک کنیم. دوباره من اسکرین شیر کنم. خب اسکرین منو میبینید بچه ها؟ یه لایک ما درسته میبینید. خب اسم، بعدش تایتل. اینجا توی تایتل ریاکت نیتیو برمیگرده به موبایل. فول استک انجینیر بیشتر کار کردن روی همزمان روی فرانت و بک اند میرسونه و اینا یکم با هم فاصله دارن. برای همین یکیش باشه به نظرم بهتره. اون یکیش هم بستگی به این داره که کجا دارید اپلای میکنید. بعدش میرسیم به سامری.
software developer with 13 years of experience across web, mobile, and full stack development, including 4 years specializing in React Native and cross-platform mobile app development. Proficient in React Native, TypeScript, Redux toolkit, and building responsive user-centric interface. از سریع بخونم که خیلی وقت نگیره. یه نکته که اینجا هست، چیزی که برداشتی از رزومه شما گرفتم، اینه که چندین رول مختلف رو اینجا توضیح دادی که باشون کار کردید. حالا با توجه به 13 سال این منطقیه که شما مثلا هم C# و SQL که هستن یه دنیای دیگه است، از طرفی پوستگرس و Node.js، بعد از یه طرف ریاکت نیتیو، همه اینا کار کرده باشین، ولی همشون توی یک سامری وقتی آدم میخونه تهش یکم گیج کننده است. خب الان حوزه کار شما الان کدومه؟ برای همین این رو نسبت به جایی که اپلای کار میکنن یه C# و SQL و پوستگرس اینجا جاش نیست، یا مثلا MVC مدل ویو کنترل، چیزی که به مموری مثلا بک‌اند مربوطه و توی ریاکت نیتیو تا جایی که من میدونم خیلی کمتر ممکنه پیش بیاد. برای همین این سامری رو نسبت به جایی که اپلای میکنید حتما از اول بنویسید که مرتبط با اونجا باشه. بعدش میام اسکیلز ها. بعد الان مثلا اسکیلز ها هم باز همون حسو میده. Node.js، Postgres، Redis SQL، GraphQL. بعد اینا خیلی اسکیل های زیادی هن. یعنی زیادی اسکیل های طرف توضیحشون یه نکته دیگه است که خیلی مثلا از هر شاخه‌ای هست. بازم میگم 13 سال سابقه اینو توجیه میکنه یک نفر با همینا کار کرده باشه، ولی وقتی اپلای میکنید نکتهش این نیست. نکتهش اینه که اونایی که مرتبطن رو باید بولدش کنید، مرتبط نیستن حذفش کنید، کمتر مرتبطن بذارید آخر، یعنی تو این اوردری که اینجا هست بذارید آخر. بعدش میرسیم به work experience. Build and maintain cross-platform mobile apps for iOS and Android using React Native. این جزو همون چیزای جنرالیه که کمکی به شناخت شما نمیکنه. من این جمله رو خوندم و برداشتم چی بود؟ شما اپ های کراس پلتفرم iOS و اندروید رو با ریاکت نیتیو توسعه دادید و مینتین کردید. اون اپ ها چیا بودن؟ شما چه چالش هایی داشتید؟ چه مشکلاتی اپ ها انجام دادید که تهش یوزر به چی رسیده؟ به افزایش یوزر، نمیدونم بازدید بیشتر، خرید بیشتر، یوزر دراپ کمتر، مثلا نمیدونم رفتید گوگل آنالیتیکس رو چک کردید یه جا دراپ بود، اینو با نمیدونم مثلا ریدیزاین اون صفحه دیگه این دراپ ها نداشتید. این سوالا رو از خودتون بپرسید، میفهمید که چطور باید دستاورد رو بنویسید که کمک کنه به شناختن توانمندی شما، کمک کنه به اینکه مهارت شما رو پرزنت کنه برای اون آدمی که هیچ دیتایی از شما نداره، شما رو ندیده نشناخته، فقط یه صفحه آچار جلوشه. بعدش added social media login and custom notification service natively in both. اول جمله added social media login این خوبه، مثلا نشون میده که شما با API مثلا لاگین با سوشال مدیا کار کردید.
ولی بعدش مثلا کاستم نوتیفیکیشن سرویس، توی نوتیفیکیشن هر چیزی ممکنه ارسال بشه. تاثیر اون مثلا نوتیفیکیشن فرستادن چی بود؟ یکیش مثلا این میتونه باشه که شما سرویس نوتیفیکیشن پیاده کردید و با ارسال نوتیفیکیشن هدفمند باعث شدید که درصدی که یوزرها بک میکنن به اپتون بیشتر بشه. این جمله است که کمک میکنه به شناخته شدن شما. بعدش مثلا automated build and deployment with GitLab area. این نسبتا خوبه، هرچند میتونید یکم به جزئیات بیشتر اشاره کنید. بعد من نکته دیگه اینجا میبینم. نوشتید use Lambda test to validate app performance across. خب این حداقل خوبیش نه که نشون میده شما مثلا با تست آشنایید و لامدا تست هم کار کردید. ولی این تست انجام دادن ممکنه این نتیجه‌ای هم داشته باشه دیگه، درسته؟ حالا ممکنه نداشته باشه که اون هیچی، ولی اگه داشته اونم اشاره کنید بهتره. دیگه فرصت نیست من همشو بخونم. بعد در مورد زبان در حد تایتل کافیه. توی مصاحبه شغلی یعنی اپلای شغلی مدرک زبان ازتون نمیخوان. یعنی شما میرید توی مصاحبه، همین که طرف بدون شما میتونید باش صحبت کنید و کامیونیکیت کنید کافیه. خب اینم از این. من تایم رو چک کنم. ما تایم کل وبینار چقدر بود؟ حالا من 9:15 زدم، حالا بعضا تا 9:30 هم میریم. میوتید سجاد جان. باش حالا تو اگه من تا 9:15 زدم ولی تا 9:30 میتونیم حالا داشته باشیم اگه وقت داشته باشیم. 9:30 یعنی میشه 35 دقیقه. الان چند ساعت؟ 8:53. 8 یعنی خب فکر کنم دیگه تایم نیست که بیشتر از این رزومه چک کنیم، چون باید در مورد مصاحبه هم میخوام صحبت کنیم. حتی تا الان اگه سوالی در مورد کلا یه چیزی نگفتم. آره خیلی زیاد بود اسکیل ها. اگه در مورد مصاحبه تا اینجا سوالی داریم بپرسین. یه نفرم گفته که یه رزومه پروداکت دیزاین هم بررسی کنید. خب ببینم رزومه پروداکت دیزاین رسیده از بین دات نت دیولپر. یه رزومه پروداکت دیزاین هم داریم. این نکته خوبی رزومه دیزاین هم چک کنیم. آن دوستانی که رزومه فرستادم و الان فرصت نبود من بعداً بهتون فیدبک میدم. یکی اینکه میتونن تو گروه هم ارسال کنن تو تاپیک رزومه ریویو. اونجا هم آره اونجا میتونیم. خب بذار ببینیم عکسو چجوری باز کنم و دوستانی شیر هم که کنم. گروه ندارن لینکشو تو چت گذاشتم و پین کردم، میتونن جوین بشن وبینارهای آینده استفاده کنن. آره خب تو گروه هم جوین بشید که اونجا فیدبک هم میتونم بدم، سایر دوستانم میتونن استفاده کنن. خب یه رزومه پروداکت دیزاین هم داریم. خب اگه اسکرین منو میبینید یه لایک بدید که اینم چک کنیم. خب بالاشو کاور کردید، من نمیبینم شما تایتل دارید یا نه. اگه دارید که خوبه، اگه نیست اضافه کنید کنار اسمتون. بعد این پروداکت دیزاینر تایتل درسته. خب product designer with 5+ years of experience delivering complex B2B, B2C, SaaS, enterprise and marketplace products. خب همینجا یه سوال. این B2B و B2C و SaaS enterprise خیلی چیز گنده ایه.
خب حالا بعدش یه end marketplace products هم هست، یعنی خیلی حوزه گسترده‌ایه و از کنار این جمله نمیشه اینطور ساده رد شد. بهتره که به اون چیزام به اینداستریش اشاره کنید حداقل. مثلا B2B توی هر صنعتی میشه یا B2C، یعنی یه دیتایی رو میخواین از خودتون بدین ناقصه. بعدش expert in turning ambiguous problems into structured UX research and system thinking. خب این جمله خوبی بود. تمام. و خب 300 یکم کمه، میتونید یکم بیشترش هم بکنید یا مثلا به یه حاوی اشاره کنید، یکم حس خشک و خالی هم نداشته باشه. بعدش experience product designer تایتلش BTM agency اگه درست خونده باشم. یه نکته اینجا که مثلا میزنید ژانویه 2024 تا مثلا مارچ 2026 جلوش داخل پارانتز مثلا بنویسید چند سال و ماه بوده. الان من یکم مثلا سختم از ژانویه بیام حساب کنم چند تا ماهو کم کنم ببینم مثلا چند سال شده. این باشه بهتره. باز مهمتر از این نکته محتواست که نوشتید contributed to the shared design system by designing reusable components and structural patterns to improve consistency and design speed. جملات خوبن. این چیزی که نوشتید مثلا designing reusable components با این مهارت شما رو نشون میده که با این آشنایید. بعد consistency توی دیزاین خیلی مهمه، اینجا بهش اشاره کردید. بعد چیزی که اینجا گنگه پروداکت چی بود؟ یکم گنگه. بعد حالا دستاوردهای دیگرم بخونم. manage multiple projects in parallel what؟ manage multiple projects. این multiple projects چی بودن؟ شما میخواید به اون مهارت مثلا مولتی تاسک خودتون اشاره کنید، ولی خواننده در اینو میبینه که آره مثلا شما مولتی تاسکین، ولی خب یه سوال علامت سوالی که بعدش میاد جمله رو خراب میکنه. خب این پروژه ها چی بودن؟ به پروژه ها اشاره کنید خیلی بهتر از اینه که بیاید به مولتی تاسک بودنتون اشاره کنید. به سوم رسیدم. تازه الان میفهمم که ممکنه اون بیتیوم ایجنسی کارش به کریپتوکارنسی مربوط باشه، چون اینجا مثلا به وب 3 و بلاک چین و این چیزا اشاره شده. برای همین این دستاوردها خیلی دستاورد حساب نمیشه. بهش فکر کنید که اینطور فکر کنید که شما چیکار کردید و تاثیرش چی بوده. و مورد بعدی هم بخوام یه مورد ازش بخونم، هاکوپیان data driven and multi-role design architecture scalable UI solution for data heavy workflows with complex. بعدش مثلا دیزاین این مثلا مورد اولم باز از همون هست که خیلی حس جنرال میده. تا جایی که میتونید از جنرال نوشتن دوری کنید و اینه که کمک میکنه توانمندی شما رو بشناسن. بعدش این selected project نمیدونم این لینک نیست. این عکسه برای همین باز نمیشه، ولی اگه پی دی افشو دارین اینو مطمئن باشید که لینکه و لینک کار میکنه. اسکیل ها هم اینجاست. خیلی در مورد اسکیل های تخصصیش نمیتونم کامنت بدم، ولی تنها نکته‌ای که من اینجا دیدم یکیش سامری بود و مورد بعدی همون دستاوردها بود. یه موردی من
خب یه اینم موردی هم از من اضافه کنم، تاثیر آره حتما. مثلا فلوی که داشتن، حالا یه فلوی رو داشتن ریدیزاین میکردن یا دیزاین کردن، چه مشکلی رو برطرف کردن، چند درصد تاثیر گذاشتن. اون درصد الان خیلی مهمه، شرکت هم خیلی دنباله اونن که بدونن تو دید دیتایی داری این ور آره درسته. مخصوصا. اینکه دستاورد شما نتیجه محور باشه خیلی مهمه. خیلی بهتر از اینه که شما یه جمله بنویسید که روتین شما رو نشون میده. خب یه سوال، آیا عکسمون رو توی رزومه بذاریم اشکال داره؟ چون بعضی هم میگن عکس رو نذاریم. در مورد این خیلی بحث شده که عکس بذاریم نذاریم، بذاریم چی میشه نذاریم چی میشه. واقعیتش جواب صفر و یکی وجود نداره که حتما بذارید یا نه. من خودم نمیذاشتم و برای اینم یه جواب قطعی ندارم که بگم بذارید یا نذارید. نمیدونم. آره و به کالچر کشورم مربوطه. مثلا شنیدم که توی فنلاند عکس میذارن، ولی توی سوئد من ندیدم. یعنی رزومه‌ای که مثلا توی شرکت بعضا رسیده دستم برای چک کردن توشون عکس نبود. خب اگه در مورد یه سوال دیگه هم داریم، اگه توی شرکتی کار کردی یه دیتای کمی نرسیده چه پیشنهاد که اگه دیتا نداری که خب چیز دیگه اوکیه. کیفی نوشتن هم خوبه، مثلا یه چیز بهتر شد. حالا اون کسی که این رو میخونه اونم این رو میدونه که همیشه ما ریزالت عددی نداریم، همیشه ما متریک نداریم که بریم اندازه بگیریم که من این کارو کردم نتیجه چی شد. و وقتی کیفی می نویسید باید آماده اینو داشته باشید که توی مصاحبه ازش دفاع کنید. میپرسن اینجا که بهتر شد در موردش حرف بزنید، شما رو به چالش میکشن. اونجا باید حواستون باشه که یه توضیح خوبی براش ارائه بدید. بعد بریم در مورد اینترویو. من یه سری نکات اینجا نوشتم که در موردش صحبت کنیم. اینترویو، من یه مدتی مصاحبه ماک چیز میکردم با بچه‌هایی که دارن اپلای میکنن. مصاحبه ماک اینه که یه مصاحبه تستیه در مورد همون پوزیشن و شروع کنی به حرف زدن. فضا همون فضای مصاحبه هست که ببینیم مثلا چه اشکالاتی هست که اون اشکالات توی مصاحبه اصلی تکرار نشه. یه سری مشکلات اونجا خودم حس کردم و زیادم اتفاق میفته. خودم این مشکلات رو داشتم زمانی که داشتم اپلای میکردم. یکیش اینه که شما وقتی میرسید به مرحله مصاحبه جدا از اون توانمندی های شما این حس رو داشته باشه که با شما میتونه کار کنه یا نه. خیلی خودمانی بخوام بگم با شما حال میکنه یا نه. این چطور اتفاق میفته؟ شما وارد مصاحبه میشید و شروع میکنه به معرفی کردن خودش، بعد سوال کردن. چیزی که به شما خیلی کمک میکنه اینه که مصاحبه رو از فضای پرسش و پاسخ ببرید به فضایی که یک گپ و گفت دوستانه است. چطوری؟ مصاحبه شروع شد، شما خودتون رو معرفی کردید، مصاحبه کننده هم خودش رو معرفی کرد و معمولا توی اکثر موارد با یک سوال از طرف مصاحبه کننده روند شروع میشه. شما وقتی جواب این سوال رو میدید، اشتباهی که پیش میاد اینه که جواب میدن بعد سکوت صبر میکنه که سوال دیگر رو بپرسه.
و این هی ادامه میشه، یعنی روند میشه یک پرسش و پاسخ، سوال بپرس جواب بدم. یه حس رباتوری رو به مصاحبه کننده القا میکنه که طرف خسته میشه. به جای این شما وقتی جواب سوال رو میدید، سوالتون رو ختم کنید به یک سوالی که شما ازش میپرسید. اول اینکه سوال پرسیدن توی مصاحبه خیلی مهمه. اصلا شما سوال نپرسید به احتمال خیلی زیاد ریجکت میشید. دلیلش هم اینه که این حس رو میده که شما همینطوری اپلای کردید. بعد وقتی شما جوابی که دادید رو ختم میکنید به یک سوال، اون مصاحبه کننده باید به سوال شما پاسخ بده دیگه، درسته؟ اون که پاسخ داد یه صبر میکنه یه سوال دیگه شما بپرسید یا یه سوال دیگه میپرسه. بعد با این سوال کردنه شما یه روند، یه حالت گپ و گفت دوستانه ایجاد میکنید که بعد اینکه مصاحبه تموم شد یه حس خوبی از شما تو ذهن اون آدم میمونه و این خیلی تأثیر زیادی داره. چون اینو من زمانی حس کردم که خودم داشتم مصاحبه میکردم، مصاحبه میکردم برای پوزیشنی توی شرکت. وقتی طرف هیچ سوالی نمیپرسید، این حس رو داشت که مثلا این حس رو به من میداد که طرف منتظر مصاحبه تموم شه بره، یعنی همینطوری اپلای کرده و من این حس رو داشتم که خب من با این آدم نمیتونم کار کنم، انگیزه صفر. این یه نکته. یه نکته دیگه این که وقتی یه سوالی میپرسن جوابی که میدید، یعنی اشتباه من زیاد دیدم، شروع میکنم به توضیح خیلی زیاد. این اصلا خوب نیست. شما وقتی زیاد توضیح میدید هم میزان اشتباه شما خیلی بالا میره، که تو حالتی که داخل ایران مصاحبه کردید وقتی زیاد درست کنید، بعضی موقع مثلا جمله بندی هم خیلی طولانی و یه جمله خیلی ثقیلی میشه، این جمله سنگینی میشه و شنونده ذهنش خسته میشه، تهش نمیفهمه شما چی گفتید. برای همین هر چی جواب شما کوتاه‌تر و واضح‌تر باشه خیلی بهتره. یه سوالم اینجا هست، اگه توی مصاحبه در مورد این پرسیدن که جای دیگه هم اپلای کردید پیش میرید، این اگه بستگی داره که اون یکی اپلای که کرده تو چه مرحله ایه. اگه داره به آفر میرسه آره میتونید اشاره کنید، اونا هم تکلیف خودشونو بدونن. ولی اگه نه مثلا اپلای کردید فقط یه مصاحبه رفتید یا اصلا مصاحبه نرفتید، خب این گفتنش خیلی کمکی نمیکنه. بعد یه نکته داشتم اینجا، شما با کسی که میرید مصاحبه این آدمتون رو بشناسید، چه رولی داره، کیه. مثلا برید لینکدینش رو ببینید، لینکدینش رو دیدن مشکل نداره، حتی اگه مثلا بهش نوتیفیکیشن میره که شما پروفایلش رو دیدین این هیچ مشکلی نداره. شنونده‌تون یعنی کسی که باهاش میرید مصاحبه رو بشناسید و با توجه به اون آدم جواب بدید. اگه مثلا در مورد چالش فنیتون میپرسن، در مورد تجربهتون و اون آدم رکروتره، شما نباید خیلی توضیح فنی بدید چون نمیفهمه. و یه توضیحی بدید که در سطح اون آدمه، یه مثال‌های استفاده کنید که برای اون آدم ملموسه. بعد یه نکته دیگه این که با اعتماد به نفس صحبت کنید. یه سری کلید واژه‌هایی که مثلا توی انگلیسی مثلا میخوام مثال بزنم، مثلا جملتون رو اینطوری شروع کنید که I'm not sure but I think، ادامه جملت مثلا در مورد چیز فنی میخواین صحبت کنید، یا مثلا maybe I'm wrong but. اینطور شروع کردن جمله، حالا توی فارسی هم ممکنه پیش بیاد، الان مثال تو ذهنم نیست، اعتماد به نفس شما رو میاره پایین و تاثیر جمله کمتر میشه. به جایی میتونید بگید که مثلا based on my experience، بر اساس تجربه من. خب این همون حرف رو میرسونه. حالا من یه چیزی تجربه کردم بر اساس اون دارم میگم، شاید اون تو تجربه من توی
همه موارد درست نباشه، ولی خب من تجربه کردم نحوه بیانش طوریه که اعتماد به نفس شما رو پایین نمیاره. شما هرچی با کانفیدنت بالا صحبت کنید تاثیر کلام بیشتره. یه نکته دیگه این هست که من شنیدم یکی از بچه‌ها مصاحبه لذت بردم بفرستید. این خوبه، ولی اگه مثلا زیاد مصنوعی بنویسید حس چاپلوسی میده. در حد خیلی خلاصه که آره من از این مصاحبه لذت بردم، یعنی اگه این جمله رو بخونید میفهمید که این حس چاپلوسی میده یا نه شما واقعا تشکر کردید. این تشکر خیلی خوبه. بعد یه نکته دیگه من یادمه توی یکی از مصاحبه ها با یه رکروتر داشتیم صحبت میکردیم، اون چند دقیقه اول خیلی راحت خوشبش میکردیم، گپ میزدیم. یادمه اون تایم چیز بود، لیگ جهانی والیبال بود، اون اهل صربستان بود اصالتا، اونم والیبال داشت. چند دقیقه در مورد این داشتیم حرف میزدیم. این طور مکالمه یه حس راحتی به دو طرف میده که طرف با شما حس دوستی یا راحتی پیدا میکنه. این خیلی تاثیر مثبتی داره. حالا نیست که تا آخرش هم کلا آف تاپیک صحبت کنید، ولی استفاده از همچین چیزایی باز کمک میکنه که اون آدم حس خوبی از شما بگیره. بعد یه نکته دیگه این که وقتی در مورد چالش های شما میپرسن، شما به جای تایملاینی صحبت کردن که یک سری جملات رو پشت سر هم بگید، بیاین داستان تعریف کنید. همون استوری تلینگی که در مورد رزومه گفتم اون اینجا هم صادقه. شما وقتی یک داستان طور صحبت میکنید هم برای شنونده جذابه، هم تهش ختم میشه به یک نتیجه‌ای. مثلا میایید یکی از چالشاتون که براتون اتفاق افتاده داستان طور شروع میکنید که آره ما فلان مشکل رو داشتیم، یوزرامون اذیت میشدن، با بچه‌ها مشورت کردیم، به این 3 تا راه حل رسیدیم، به خاطر فلان دلیل این راه حل رو انتخاب کردیم و تهش شد این داستان طور صحبت کردن تاثیرش خیلی بیشتره، توانمندی شما رو نشون میده و خیلی حس خوبی تو اون آدم ایجاد میکنه. بعدش یه نکته دیگه این که اصطلاحی که بهش میگن اینه که مثلا تدافعی صحبت کردن. حالا مثال بزنم واضح‌تر میشه. مثلا میخوان شما رو به چالش بکشن، میگن که چرا از ریاکت استفاده نکردی تو فلان پروژه که مثلا شما تیم لیدش بودی. بیای به که مثلا ریاکت برام خوب نبود، این میشه مثالی از تدافعی صحبت کردن و حس خوبی نمیده. به جای این شما میتونین این طور جمله بندی کنید که ما ریاکت و ویو بررسی کردیم با توجه به این که اعضای تیم بیشتر با ویو کار کردن و فلان لایبرری که ما میخواستیم استفاده کنیم با ویو سازگارتری بهتری داشت، ما با ویو پیش رفتیم. این خیلی بهتر از اونیه که بیای بگی مثلا ریاکت خوب نبود. در اصل تکنیکلی ریاکت خوب نبود واقعا، ولی مدل بیان خیلی مهمه. یا مثلا میپرسن که چرا از شرکت فعلی میخواید جدا شید؟ فرض کنید شرکت فعلی شما یه جای خیلی تاکسیکیه، ولی توی مصاحبه اصلا خوب نیست بیایم به این شرکت تاکسیک من میخوام بیام بیرون. به جاش میتونید بگید که مثلا من شرکت شما رو بررسی کردم، شما تو فلان حوزه دارید کار یک مثال از این بخوام بذارم که خودم داشتم. من اولین مصاحبه‌ای که گرفتم نداشتم. چطوری خرابش کردم؟ بعد اینکه مثلا یه خوشبشتی کردیم گفت که اسم 3 تا بانک دیگر رو
گفت چرا اونا رو ول کردی برای من اپلای کردی؟ من اسم اون 3 تا بانک رو همون لحظه میشنیدم، اصلا نمیدونستم 3 تا بانک دیگه هست که رقیب اینا. و چند تا سوال این شکلی پرسید و به بدترین شکل ممکن من مصاحبه رو خرابش کردم و این رو توی همون اکسل هم نگه داشتم که من اینجا اپلای کردم تو این تاریخ، به این دلیل چیز من خرابش کردم. فکر کنم 7 ماه بعد بود که همون شرکت یه پوزیشن دیگه هم داشت، یه پوزیشن مرتبط بود. دوباره اپلای کردم. این بار من قبل مصاحبه کامل سرچ کرده بودم در مورد شرکت و اینا اگه اشتباه نکنم توی 2019 اینا یه افزایش سرمایه داشتن و توی مصاحبه که اومد طرف گفت که چرا برام اپلای کردی یا چرا فکر میکنی برام مفیدی، همچین چیزی پرسید. بهش گفتم که طبق دیتایی که من از شرکت شما پیدا کردم شما 2019 فلان قدر افزایش سرمایه دادید و با توجه به اینکه شما نئوبانکی پروداکت اصلیتون تو حوزه تکه، یعنی هزینه اصلی که میکنید برای دیولپمنت کردنه و وقتی برای دیولپ هزینه میکنید من حسم اینه که اینجا من میتونم خیلی بهتر پیشرفت کنم. با این جواب طرف دیگه کلا کشید عقب، یعنی من تا آخر مصاحبه مثلا برگه برنده دست من بود دیگه، حتی مثلا به چالشم نکشید منو. برای همین توی مصاحبه اینکه شما از شرکت دیتا داشته باشید، توی صحبت هاتون به اون دیتا اشاره کنید، طرف بفهمه که شما در مورد شرکت اطلاعات دارید، خیلی حس بهتری میده و شانس شما رو خیلی خیلی بیشتر میکنه. بعد اگه تا اینجا سوالی دارید بپرسید. این نکته‌ای که نوشتم رو یه ریویو بکنم چیزی از قلم نیفته. خب یه نکته دیگه این که اینجا هست توی مصاحبه خارجی سوال این که چرا میخوای از شرکت کنونیت بیرون بیای. اینو اون شرکت قبلی که توی سوئد توش بودم و از طریق اون وقتی تبریز بودم آفر گرفتم و اومدم اینجا، من یادمه توی مصاحبه آخر بود که منیجرم این سوال از من پرسید و اینطوری شد که گفت تو تعریفت از شرکت خوب چیه؟ و اومدم اون شرکت فعلی که توی تبریز بودم و توضیح دادم، گفتم که این اینطوری خوبه، ما اینو داریم، این خوبه و یه سری چیزای خوبی در مورد اون شرکت بهش اشاره کردم. بعد برگشت گفت که خب اگه اون شرکت انقدر خوبه چرا داری اپلای میکنی بیای اینجا؟ یعنی همین مشابه همین سوالی که اینجا حمید پرسید. من بهش گفتم که این شرکتی که الان هستم خوبه ولی من حس میکنم دیگه اینجا من نمیتونم پیشرفت فردیمو اینجا دیگه من نمیبینم، دنبال جایی هم که بزرگتر باشه و بتونم خودمو بیشتر به چالش بکشم، دنبال اینم که حس درجا زدن نباشه. اینجا برای این مدت شرکت خیلی خوبه ولی دیگه برای من چالش جدیدی نداره که من چیزای جدید یاد بگیرم. نکته جوابی که دادم این بود که من میخوام برای پیشرفت فردیم مهاجرت کنم به یک جای دیگه که خودمو بیشتر به چالش بکشم و بیشتر یاد بگیرم و این جوابی بود که اون آدم باش خوشحال شد و در واقع این چیزیه که دوست داره بشنوه. در خصوص اینکه چه حقوقی نظرش رنج بدیم. در مورد حقوق یه سری کشورها که هستن مخصوصا کشورهای اروپایی و حوزه اسکاندیناوی، اداره کار اونجا یه مینیمومی داره که شرکت حق نداره از اون مینیموم بیاد پایین، بیاد جریمه میشه، تبعات قانونی داره. برای همین این هست و از طرفی از شما میپرسن حقوق، بهتره که عدد اسپسیفیک نگین، یه رنج بگیم بهشون و
به اینم اشاره کنید که حالا برای من بیشتر هدف توسعه و یادگیری بیشتر حقوق اولویت دومه و رنج گفتن اینو میرسونه که حالا یکم بالا پایینم اوکی براتون. در مورد اون رنج رو چجوری پیدا کنید؟ اینو میتونید مثلا توی سایت گلاسدور یا از AI بپرسید و از همون یه رنج در بیارید و وقتی هم که میخواید چک کنید ببینید اگه شرکت برنچ های مختلف داره ببینید برای کدوم شهر دارید اپلای میکنید. چون حالا مثلا رنج حقوقی مثلا شهر مالمو تو سوئد با استکهلم حداقل 25% 30% متفاوته. اگه سوال دیگه هم هست بپرسین. تایم وبینارمون هم تموم شده. خب تا 9:30 بمونیم 8 دقیقه اینا اگه اوکی باشه. حالا سهیل هم سوال بگو. سلام مجدد. من یه سال که داشتم که مثلا برای پوزیشن های مثل ریموت که ما از ایران ریموت کار کنیم با شرکت های خارج، اکثرا کسایی که این کارو کردن و تجربهشون گفتن که ما نصف حقوق گفتیم تا ما رو قبول کنن، مثلا چون یه دید خاصی واسه ایرانیا دارن به خاطر شرایط اینترنتی و فلان. خواستم اینو بپرسم که ما توی همچین پوزیشن‌های مثلا از گفتن قیمت ارزی که مثلا توی کلا از توی دنیا صرف نظر کنیم همون قیمت اصلی رو بگیم، مثلا اینو می‌خواستم توی ریموت ما چیکار کنیم مثلا. ببین من ریموت کار نکردم، یعنی این مدلی که ریموت ایران باشم و بخوام با خارج کار کنم، برای همین دیتای دقیقی ندارم که مثلا چی بگید بهتره، ولی خیلی از شرکت با این اوکی نیستن. دلیلش هم اینه که شما وقتی میخواید با شرکتی ریموت کار کنید باید توی چارت سازمانی اون شرکت شما بگنجید. وقتی میخوان شما رو توی چارت سازمانشون داشته باشن برای پرداخت حقوق و غیره، حداقل کشورهای اسکاندیناوی اینطوریه که شرکت میاد بر اساس آدرس شما تکس تیبل شما رو مشخص میکنه که چقدر باید از حقوق شما مالیات کم کنه، بعدش به شما پرداخت کنه. خب شما وقتی ایران هستین اینا نمیتونن این کار انجام بدن و شما نمیتونی برید داخل چارت سازمانیش. برای همین برای شرکت ها ریسکه. چرا؟ چون شرکتی که میخواد با یک نفری داخل خارج از اتحادیه EU بخواد کار کنه، این مخصوصا توی ایران این طبیعتا توی چارت سازمانیش نمیره و حقوقی که میخواد به شما پرداخت کنه نمیتونه از حساب شرکت پرداخت کنه. چرا؟ چون اگه بخواد فرض کنید انتقال بانکی که نمیشه، میمونه کریپتو، اگه بیاد از حساب شرکت هر ماه یه مقدار مشخصی کریپتو خریداری کنه قطعاً مثلا تنها آپشنی که میمونه اینه که مثلا مدیر عامل شرکت بیاد از حساب شخصیش کریپتو بخره حقوق شما رو پرداخت کنه. یعنی نکته حرفم اینه که خیلی باید ریسک بکنن که این کار انجام بدن. حالا ممکن مثلا یه اتفاقی بیفته اون شرکت already چند تا ایرانی داخلش باشه، بیان قانع کنن که ریسک خاصی نداره، بچه‌ای که ایرانن متحدن نگران نباشی اینا. برای همین مجموعه این ریسک ها و این احتمالات تهش میشه این که کم گفتن حقوق میشه یک عاملی که شاید موتیویت شن با شما کار کنن. حالا اینکه چقدر کم کنید من خیلی آماری دستم نیست، ولی حسم اینه که دیگه بیشتر از مثلا 30-40% هم خیلی عدد معقولی نیست. چون شما وقتی ریموت کار میکنید از ایران یه سری بنفیت هایی که اون شرکت دارن هم از دست میدید. مثلا شرکتی که توی مثلا سوئد حقوق مثلا
60,000 کرون 6,000 یورو با شما میبنده، این حقوق ناخالص شماست. خب شرکت موقع پرداخت کردن از اون 6,000 یورو 1% مثلا 40% تکس کم میکنه به شما پرداخت میکنه، ولی هزینه‌ای که برای شرکت هست 6,000 یورو نیست. شرکت قبل اینکه از اون مالیات کم کنه به شما پرداخت کنه یه مبلغ دیگه جدا از سهم خودش مالیات میده. یعنی هزینه شرکت رو نگاه کنیم شاید بشه مثلا 8,000 یورو. برای همین وقتی خارج از این چارچوب با یکی داخل ایران کار میکنه یک سری از هزینه ها هم برای شرکت کم میشه. برای همین هم خیلی نیاز نیست حتما بزنید مثلا 50-60% کم کنید که مثلا اون پوزیشن رو بگیرید. یه سوال دیگه اینجا هست، ببخشید نظرتون راجع به مسابقه شغلی که به صورت پروکسی هستن چیه؟ اگه کسی فعلا شرایط مهاجرت نداشته باشه، کل هدفش مهاجرته، من دیتایی در مورد این شرکت ها ندارم، نمیدونم چجوری کار میکنن. اگه مثلا مشکل پیش بیاد پرداخت نکنن شما دستتون به جای بند هست یا نه. ولی ساید مثبتی که من از این میبینم اینه که اگه خب این اتفاق بیفته نتیجه مثبتش اینه که شما کانکشنتون بیشتر میشه. شما تهش با اون شرکت خارجی کار میکنید دیگه. شما مثلا جلسه دیلی با اونا میرید. شرکت پروکسی نهایت نقشش اینه که سر گوش یه فاکتور بده به اونا، یه پولی بگیره، یه درصدی کات کنه و حقوق شما رو بده. به نظر من چیز بدی نیست، حداقل چیز خوبش اینه که شما کانکشنتون بیشتر میشه، نتورکت گستره‌تر میشه، شاید مثلا بعدا بتونی با خود اونو مستقیما کار کنی. این مورد و حالا تو گروه هم ازش بحث شده بود. یکی از بچه‌ها گفته بودن من یکی از دوستان با یه گروه انگلیسی کار میکرد و با VPN IP خودش رو عوض کرده بود تا سرورهاشو متوجه نشن، تا اینکه خوردن به موضوع قطعی اینترنت و سیم کارت سفید و جایگزین کردن. نتیجه اینکه وقتی IP لیک شد، نه تنها رفیق من بلکه کل تیم شامل اعضایی که هلند و آلمان و چند جای دیگه اروپا بود ایمیل گرفتن و ترمینیشن و اخراج شدن. به خاطر یه نفر کل تیم اخراج شد. حالا این چیز شما این کارم انجام بدید باید با اون شرکت بهشون اعلام کنید شما از ایران دارید کار میکنید، چون ممکنه 1001 اتفاق سر اینترنت بیاد و حداقل اینا میدونن که شما از ایران کار میکنید و ممکنه مثلا اینترنت قطع شه. اگه نگید این خیلی بده. ولی خب اگه از اول باشون صاف و صادق باشید، مثلا ممکنه مثلا شرکت از عملکرد شما خیلی راضی باشه و بیاد هزینه کنه که مثلا شما رو ببره اون کشور. حل اگه نکته خاصی نداشته باشی کم کم تموم کنیم وبینار رو. اگه سوالی نه من نکته خاص دیگه ای ندارم. بچه اگه سوالی دارن بپرسن. میتونم تو اگه گروه نه هم باز بپرسن سوالاتشون رو تو همون تاپیک رزومه ریویو. منو تگ کنم بپرسن. خیلی ممنون ازت، خیلی یاد گرفتی. دمت هم گرم. خواهش میکنم. شب خوبی داشته باشین. خداحافظتون. شب بخیر. مرسی از همگی، ممنونم. خدا نگهدار.